سال کرونا، دو انتخابات، درماندگی مهاجران، اعتراض خراسان و بازگشت لیمیت برق. اکثریت خوانندگان و کاربران پایگاه‌های خبری رادیوی آزادی همین رویداد و پدیده‌ها را بیانگر سال 2020 تاجیکستان نامیدند. آبخیزی 14 می در ناحیه خراسان جان یک ساکن را ربود و ده‌ها منزل را خراب کرد. مردم آسیب دیده 3 روز پس از حادثه از بی‌توجهی مقامات اعتراض کرده راه دوشنبه باخته را بستند. سیل آبخیزی همه ساله در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان سر می‌زند، ولی اعتراض ساکنان از واکنش مقامات حادثه کم نظیر بود. بعد آن مقامات به وضعیت توجه کردند، کمک‌ها سرازیر و شهرک نو ساخته شد، اما 6 ساکن خراسان با گمان تشکیل اعتراض بازداشت شده. مقامات تا حال از تقدیر آنها خبر ندادند و از شرح موضوع خودداری می‌کنند. کرونا یا کرونا ویروس در سال 2020 برای مردم تاجیکستان از پربحث‌ترین موضوع بود. تاجیکستان یکی از آخرین کشورهای جهان بود که آخر ماه اپریل موجودیت ویروس را در کشور اعتراف کرد، هرچند تا این وقت حالتهای مرگ شهروندان با نشانه‌های این بیماری و دفن آنها در زیر چاره‌های سخت بهداشتی بر رسانه‌ها راه یافته بود. مقامات این مرگومی را به التهاب شش ربط می‌دادند و آنهایی که از خارج برمیگشتند به طور باید و شاید کرانتین نمی‌شدند. حکومت تاجیکستان تنها 30 اپریل و یک روز پیش از آمدن هیئت سازمان جهانی تندرستی موجودیت کووید 19 را در کشور اعتراف کرد. بنا به آمار رسمی از آن وقت تا امروز نزدیک 13000 نفر بیمار شده، 95% آنها شفا یافتند. این بیماری تاکنون به گفته مقامات 89 قربانی داشته است، اما منابع دیگر شماره حقیقی بیماران و تلفات را به مراتب بیشتر مینامند. بیماری و واهمه آن به قطع کاری بخشی از کارخانه و مؤسسه ها و بالاروی نرخ و نوا سبب گشت، مشکلی که به گفته کارشناسان حالا هم ادامه دارد. اون زپسی که مردم تا امروز داشتن در یک مدتی دیگر تمام می شود و بعد از اون شاید یک مشکلات بیشتری اقتصادی در خانواده ها پیش بیاد. مشکلات مهاجران تاجیک در عهد کرونا به مراتب بیشتر شد. با قطع شدن پروازها در ماه مارس و بسته شدن راههای زمینی، هزاران مهاجر تاجیک نتوانستند برای کار به روسیه و قزاقستان روند و یا از آنجا به وطن بازگردند. شرایط زندگی آنها سرایت را به بیماری بیشتر و کرانتین آنها را از درآمد محروم کرد. حکومت تاجیکستان از 19 ایان برای بازگردانی مهاجران و آنهایی که در خارج درمانده‌اند پروازهای چارتری را به راه ماند. حکومت به زنان و سالمندان و بیماران و آنهایی که به سفر خدمتی رفته بودند برتری داد. تا امروز این پروازها ادامه دارند و توسط آنها هزارها نفر از روسیه به تاجیکستان برگشتند، ولی مهاجران میگویند بلیط هواپیمای شرکت سامان ایر در قیاس با همسایه کشورها خیلی گران است. مسئولین شرکت گفتند هواپیما از یک طرف خالی می رود و به این خاطر نرخ چپته گران است. به نظر کاربران رادیوی آزادی انتخابات از موضوعهای مهم دیگر بود. سال 2020 در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی و هم پرزیدنتی برگزار شد. هر دو انتخابات به نظر کارشناسان با نتیجه های از قبل پیش بینی شده جنببست گردید. یگانه حزب مخالف سوسیال دموکرات باز هم از پارلمان بیرون ماند. در پی انتخابات پارلمانی رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهور با کرسی رئیس مجلس ملی دست یافت که مقام دوم در تاجیکستان است. در انتخابات پرزیدنتی هم امامعلی رحمان برای 7 سال دیگر کرسی اش را حفظ کرد. در این انتخابات ها بخصوص انتخابات پارلمانی برای اولین بار حزب نهضت اسلامی از نیروهای مخالف حکومت شرکت نداشت. دولت تاجیکستان سال 2015 این حزب را در همدستی با عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع متهم و آن را بر روی خط سازمان‌های تروریستی وارد کرد، ولی مسئولان حزب همه گونه همدستی در این قضیه را رد کردند. امسال افسانه دوباره به حقیقت تبدیل یافت. با کمیش 3 بار در ماه‌های اپریل، اکتبر و نوامبر مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین از برق محروم شدند. از 1 نوامبر تا 10 دکبر این حالت فراگیر اکثر نواحی کشور شد. مسئولین جاری شدن لیمیت را رد می‌کردند، ولی درباره نبودن برق هم پاسخ عمیق نداشتند. برق تاجیک این حال را به تعمیر دستگاه‌ها پیوند داد، ولی معاون نخست وزیر از کمبودی آب گفت. این واقعه به نظر کارشناسان به آبروی حکومت بی تاثیر نماند. یک ماهی که حکومت تاجیکستان مردم را با برق تامین کردن نتوانست، حتما به آبروی حکومت لطمه زد و چنین کمبودی حتما میزند.
با انجام سال 2020 روزهای به شمار مانده است. امید میکنیم که همه ناخوشی ها در سال گذشته مانند و سال آینده برای شما و خانواده‌تان خوشبختی، سلامتی و کامیابی ها به ارمغان آورد.